چو کردی برادر عثمان جان؟ اکای قیمتی 1001 گپ چا باور که نمیدونم ای کدومش سر کنم در غریبیم طول 2 ماه زیاد شد که معاش مونه قپیدیان شرایط خانواده ترب ای اوس زنک زنگ زده است ای کودکا پوشاک ندارن خوردنی ندارن ایسوس دم خانه یا میراثی ای بابی کلانم بود باور میکنی اکا همون تا همین روزا 100 ساله در خانه بود زورم اومد باور میکنی زنگ زدم که همون را بفروشم بروه تا که رزق روزی کودکام بینم به همین خاطر زیخ شدی؟ کنشنه او را پدرم نفروخ بابیم نفروخ بابی کلانم نفروخ ده همین نوبتی مای به تقدیر لایشید برم برادرم الله نازنین بین که 100 سال پیش غمی رزق روزی امروزه فرزندای تو را خورده به این خاطر شکرانه باید کرد در حقیقت همه خیال کنم بله الحمدلله به اندازه الحمدلله و با گوشی اتجام عز بمنه بعث النبي محمدا فأنارا وأتم شرعتنا التي من فيضها سمت البرية واستقام هداها